سلام دوستان عزیز، امید جور و صحتمند باشین. دوستان عزیز، اگر می‌خواهید کسب درآمد واقعی و حقیقی از اینترنت داشته باشید در خانه خود بدون مصرف وقت و بدون هیچ نوع هزینه، حتی یک افغانی به طور رایگان، پس حرفای من را دقیق بشنوید دوستان. گرچه اگر ویدیو کم زیاد هم شد تایمش، ولی حرفای من را به دقت بشنوید دوستان عزیز. دوستان عزیز، در این ویدیو می‌خوایم برایتان یکی از اپلیکیشن های کسب درآمد از اینترنت و بخش ارز دیجیتالی اپلیکیشن فعالیت میکنه که این اپلیکیشن توسط شخص به نام ساتوشی ناکاموتو ساخته شد که این شخص اولین شخصی بود که ارز دیجیتال بیت کوین، اولین ارز دیجیتال در جهان را ساخت و فعلا یک بیت کوین نزدیک $40,000 قیمت داره. وقتی این شخص بیت کوین را ساخت در سال 2009 بود. اون موقع 6 بیت کوین به طور رایگان توسط اپلیکیشن خود میداد و همچنان ماینینگ یا به شکل روزانه یک مقدار بیت کوین با افرادی که در این اپلیکیشن ثبت نام کرده بودن میداد که فعلا یک بیت کوین گفتم $40,000 قیمت داره. این شخص دوباره یک اپلیکیشن جدیدی را ساخته دوستان عزیز به نام ساتوشی که این اپلیکیشن هم یک ارز دیجیتال را میداد به نام کور. او ارز سال قبل میداد که سال قبل خودم هم در این اپلیکیشن ثبت نام کرده بودم و حدود 8 تا ارز کور به ما پرداخت کرد اپلیکیشن که یک کور معادل $7 قیمت داشت و خودم هم فروختم، پول نقدش به دست آوردم دوستان عزیز. و این شخص دوباره امسال باز یک اپلیکیشن جدید را اندازی کرد به نام ساتوشی که در این حال ارز جدید به نام OX میدهد دوستان عزیز. این اپلیکیشن از سال قبل را اندازی کرده بود دوستان عزیز. فعلا هم در این اپلیکیشن ماین رایگان ادامه داره، یعنی توکن رایگان یا ارز دیجیتال رایگان خود توسط همین اپلیکیشن با مردم توزیع میکنه و فقط دوستان 3 ماه وقت مانده تا این اپلیکیشن افتتاح شود و هرچی که ما در جمع کردیم بگیریم در صرافی های ارزهای دیجیتال تبدیل به پول نقد کنیم. پس متوجه باشین دوستان، فقط ما حدود 3 ماه وقت داریم. قسمی که در تصویر میبینیم تاریخ برداشت از این اپلیکیشن به تاریخ 20 ماه 3 باز میشه دوستان عزیز به ساعت 12:30. پس کوشش کنید دوستان در این اپلیکیشن برین ثبت نام کنید و تمام نحوه ثبت نام، کار کردن در این اپلیکیشن و همچنان تانق کردن پول ما برایتان در یوتیوب خود آموزش میدهیم دوستان عزیز. پس با ما همراه باشین دوستان. قسمی که گفتم این اپلیکیشن 1000% معتبرتر است. قسمی که شما تعداد دانلود های اپلیکیشن میبینین بالاتر از 5 میلیون است. هیچ اپلیکیشن دروغی 5 میلیون بارگیری یا دانلود نمی داشته باشه. و همچنان دوستان ما قبلا 3 تا پروژه مشابه به این را معرفی کردیم بین می اپلیکیشن. پروژه اول به نام IVY بود دوستان. این پروژه هم ارز دیجیتال رایگان میداد، لیست شد، قابل فروش شد. کسانی که استفاده کرده بودن مفاد گرفتن، به جمله خود ما هم از این مفاد گرفتیم. پروژه دوم دوستان به نام ارز اس بود که توسط کشور کانادا ساخته شده بود و بسیار معتبر بود که حدوداً 7 روز پیش این هم لیست شد در صرافی آنلاین OKX و قابل خرید و فروش شد. و همچنان ما یک مقدار کمی از پول خود از این اپلیکیشن برداشت کردم که حدوداً چیز $16 شد، قسمی که در تصویر میبینین. و متباقی پول ما در این اپلیکیشن هنوز هم است که ما او را هم به زودی برداشت خواهم کرد. و همچنان این اپلیکیشن ها آینده بسیار روشن داره. و از دوستا اگر حرفای ما کمی زیاد هم شد، میایم طرف ویدیوی خود. ای که در این ویدیو گفتم میخوایم اپلیکیشن معرفی کنم که بسیار زیاد معتبر است. شما فقط دوستان میتونین روزانه یک بار در این اپلیکیشن داخل شون و این اپلیکیشن برایتان ارز دیجیتال خود میده. فقط او را کلایم میزنین و توکن جمع آوری میکنین و گفتم بعد 3 ماه این قابل فروش میشه. ما حتی تا نقد کردن و گرفتن درآمد از این اپلیکیشن برایتان آموزش میدیم بدون نیاز به حساب بانکی و کدام مصرف اضافه، حتی یک افغانی. پس بریم طرف ویدیو خود دوستا. حرفای ما یک کم زیاد شد. خب دوستان عزیز، در قدم اول میایم در این اپلیکیشن ثبت نام میکنیم یا به خود حساب ایجاد میکنیم. لینک این اپلیکیشن دوستان ما در کامنت اولی ویدیو برایتان ماندیم، روی او که کلیک کنین این گونه یک صفحه برایتان باز میشه. اینجا ما میایم در این اپلیکیشن ثبت نام میکنیم. در اینجا در پایین روی راجستر و استارت ایردراپ روی امی کلیک میکنیم دوستان عزیز. پیش میره اینجا از ما جمیل میخواه. ما اینجا یک جمیل وارد میکنیم. مثلا این جمیل ما شد، وارد کردم. اینجا این تیکه آن میکنیم. وقتی را آن کردیم روی نکست این می زرد رنگ میزنیم.
اینجا دوستا در بالا برای ما یک کپچه ظاهر میشه، میگه ایره اینجا نوشته کنین. ما نوشته میکنیم مثلا چند است 99 34. باز هم روی نکست میزنیم دوستان. حالا به جیمیل ما یک کد فرستاده میشه، میریم به جیمیل خود. خب دوستان عزیز آمدم به جیمیل خود. اینجا اینمی جیمیل اول توسط اپلیکیشن ساتوشی با ما ارسال شده. اینجا یک کد است دوستان، میبینید این کد یا کاپی میگیرین یا دلتان نوشته میکنین. پس میایم در اینمی سایت در اینجا این کد میندازیم و دوباره روی نکست کلیک میکنیم. اینجا دوستا برای ما میگه به حساب خود یک کد ایجاد کنین. مثلا هر کد شما خواسته باشین به حسابتان ایجاد کرده میتونین. دقت کنین باید در هر دو چوکات یک رقم کد نوشته کنین. مثلا اگر در اینجا 123 نوشته کنین، در اینجا هم باید 123 نوشته کنین دوستان عزیز. وقتی کدتان نوشته کردین روی راجستر میزنین، حسابتان ساخته میشه دوستان. خب دوستان وقتی روی راجستر زدین حسابتان ساخته میشه. این گونه یک صفحه برایتان باز میشه. اینجا برای شما میگه که راجستریشن شما در این اپلیکیشن موفقیت آمیز بود. حالا شما اینجا روی این گزینه کلیک میکنین، دانلود اپ. روی از کلیک میکنین اپلیکیشنش دانلود میکنین. من روی اینمی کلیک میکنم. خب دوستان وقتی رویش کلیک کردین شما را مستقیم به پلی استور میاره. اینجا این گونه یک اپلیکیشن است. این را مستقیم دانلود کرد میکنین. بعد از دانلود از اینجا باز میکنین دوستان. وقتی باز کردیم منتظر میشیم این گونه یک صفحه برای ما باز میشه محترمین. اینجا شما یک کار میکنین روی استارت ایردراپ کلیک میکنین دوستان. من روی اینمی کلیک میکنم. حالا اینجا میگه همون حسابی که شما قبلا ساختین ایرا بیاین در اپلیکیشن وارد کنین و داخل حسابتان شد. در اینجا همون جیمیل تان نوشته میکنین، روی کدام جیمیل که حساب ساختین و در اونجا کد تان وارد میکنین. من روی شالی وارد میکنم. خب دوستان وقتی وارد کردین روی لوگین میزنین و در اپلیکیشن وارد میشوید. من روی لوگین میزنم. اینجا در اپلیکیشن ما حالی وارد شدم دوستان. خب دوستان عزیز وقتی وارد شوین این گونه یک صفحه برنامه است. اینجا دوستا دوباره روی این استارت ایردراپ کلیک میکنین دوستا. وقتی کلیک کردین دوستا این گونه یک صفحه براتون باز میشه. اینجا براتون میگه که این حساب خود با چهره تان وریفای کنین. این کار رو به خاطر از این میکنه که جلوگیری از چندین حساب توسط یک شخص جلوگیری کنه دوستا. شما روی اینمی وریفای کلیک میکنین و بعد از این برایتان میگه که شما در کدام کشور هستین. در اونجا کشورها رو برایتان میگه. در کشور باشین روی اونم کلیک میکنین و در پایین کانفرم میزنیم. وقتی او را زدین دوستا این گونه یک صفحه برایتان باز میشه. اینجا شما روی استارت وریفیکیشن کلیک میکنین. وقتی کلیک کردین این گونه یک صفحه برایتان باز میشه دوستا. قسمی که میبینین در دایره چهره تان قرار میدهید و توسط یک ربات برایتان راهنمایی میشه. میگه چهره تان طرف چپ دار بتین یا طرف بالا ببینین یا پایین. اینمی رقم شما به راهنمایی او دقت میکنین و امون رقم میکنین و بعد از او حسابتان وریفای میشود دوستا. با چهره تان وریفای میشود و وقتی وریفای شد دوستا اینجا اونمو گزینه استارت ایردراپ از بین میره و حسابتان وریفای میشود. و دوستان دقت کنین اگر با چهره تان وریفای نکنین هیچ مفاد برایتان نداره دوستا. خب وقتی وریفای کردین آلیدهی چی کار میکنین، چگونه کسب درآمد میکنین و چگونه ایرا نقد میکنین تمام شما آموزش میدین. در قدم اول دوستان شما میاین یک کار میکنین که دوستا روی این گزینه کلیک میکنین در پایین روی پروژکت. درست است روی از کلیک میکنین در جای پروژکت ها را براتون میره دوستا. ما در پروژکت یا کمپانی یا زمینه که کار میکنین ای اول است دوستا به نام او ایکس. قبلا نام گفتم دوستا و اینجا ببینین 78% ای پروژه تکمیل شده. فقط یک کمی از این مانده که گفتم فقط در 3 ماه هم تکمیل میشه و این پروژه برای ما مفاد خوبی داره. روی اینمی کلیک میکنیم دوستا یک صفحه دیگه براتون باز میشه. اینجا در بالا دوستان روی اینی آپشن کلیک میکنین. این ایردراپ روی همی کلیک میکنین. ایردراپ برای خود باز میکنین. درست شد. اینجا دوستان میبینین معلومات خودش رو قسمی که گفتم سال قبل این رو اندازی سیده. Estimated start time یعنی در کدام موقعی که در کدام تاریخی که این ایردراپ شروع کرده. در 2023 چهارم ماه چهارم تاریخ 13 و همچنان اینجا ببینین دوستا در تاریخی که این برداشت آزاد میکنه و میتونین شما توکن های موجود در برنامه را که جمع کردین برداشت کنین و او را نقد کنین. اینجا نوشته است estimate allowed coin withdraw یعنی برداشت ای کوین آزاد میشه 2024 3:20 ساعت 12:30 قسمی که گفتم براتون دوستا معلومات دادم. خب از اینجا کار خلاص شد خارج میشیم. پس صفحه اصلی مهم دوستان این کار ما بود درست شد. حالا در اینجا ما چی میکنیم دوستان عزیز؟ در قدم اول
دوستان اینجا چند تا گزینه است. در اینجا سرعت ماین تان نشان میده که چقدر سرعت دارین. اینجا تیم تان نشان میده که من 128 نفر دارم. اینجا هم تعداد توکن هایی که جمع آوری کردین برایتان نشان میده. من 443 تا دارم. درست است دوستان؟ سرعت ما دوستا 447,000 است. از شما ممکن وقتی از اکانت میسازی جدید 100 کی باشه. ایرا چگونه افزایش بدیم که درآمد بیشتری ما دریافت کنیم؟ در اینجا دوستا میاین روی گیف کارت کلیک میکنین. دوستان عزیز روی گیف کارت وقتی کلیک کردین دوستا اینجا یک آپشن است برایتان در اینجا کوچک نوشته می باشه یوز گیف کارت کد. شما روی همو کلیک میکنین. ما برایتان کد ها را در گروه واتساپ خود میمانم. از اونا میگیرین در اینجا پیست میکنین برایتان سرعت میده. اینجا که قسم میبینین با هر کد برایتان 30,000 سرعت میده. لینک کانال واتساپ میمانم گروه در اینجا بیاین جوین شوین و هر مشکلی بود مستقیم با ما پیام کده میتونین دوستان. خب این بود از این بخش. روش دوم برای بالا بردن سرعت دوستان این است که شما 3 تا دوستتان را دعوت کنین. البته اختیاری است، کدام واجب نیست که شما این کار انجام بدین. اختیاری است. اگر دلتان خواست سرعت و کسب درآمدتان بالا بره 3 تا دوستتان دعوت کنین. اینجا یک آپشن است دوستان. شما میبینین که نوشته است با دعوت 3 دوست 150,000 سرعت دریافت کنین. اگر 3 دوستتان دعوت کردین روی این کلیک کنین 150,000 سرعت برایتان داده می شود. و دوستا این بود روش کارش. دیگه کدام کار خاص نداره. مهمترین کار این برنامه ای است که شما من هر چند ساعت بعد روی کلایم کلیک میکنین. کلایم میکنید و توکن این برنامه را جمع آوری میکنین. توکن هم در بالا برایتان جمع آوری میشن که میبینین 443 دانه ما جمع کردیم و این همی مهمترین کاری برنامه است که چندین ساعت بعد می فقط کلایم میزنین و توکن جمع آوری میکنین. در اینجا هم دوستان کیف پولتان نشان میدم. اینجا بخش کیف پولش است که شما هر چقدر توکن جمع کنین اینجا برایتان نشان میدم. من مثلا اینقدر بیت کوین ارز دارم، اینقدر ارز کور دارم و اینقدر ارز او ایکس دارم دوستان. قسمی که گفتم برایتان این پروژه بسیار زیاد معتبر است. کوشش کنین اگر واقعا میخواین کسب درآمد آنلاین به روش حقیقی داشته باشین این اپلیکیشن برایتان بسیار بهتر و بهترتر است. هر چی دوستتان دعوت کنین با این برنامه توسط لینک خود درآمدتان به همو اندازه بیشترتر می شود و اگر دعوت هم نکنین اختیاری است. کدام واجب نیست که شما باید این کار را بکنین. دوستان در کدام کار خاص دیگه نیست. صرف اگر کسی بخواد دوستان خود دعوت کنه از کجا دعوت کرده میتونه دوستا در بالا اینجا روی این آپشن میزنین. روی از که زدین دوستان در اینجا لینک دعوت شما است. روی کاپی میزنین دوستانتان دعوت میکنین توسط لینک و به این روش شما میتونین درآمدتان را بیشتر و بیشتر داشته باشین. قسمی که میبینین خودم 128 نفر تا فعلا دعوت کردیم. و دوستان ناگفته نمانه بیاین اینمی برداشتی قبلی خودم از این برنامه برایتان نشان بدم. من میایم روی از کلیک میکنین. اینجا میبینین ریکاردی. سال قبل ما بسیار کار کم در این برنامه کرده بودم دوستان. مدل 7.74 ارز کور ما برداشت کردم که گفتم یک ارز کور حدود $7 در وقت قیمت داشت که به فروش رساندم و نخ کردم پولش. دیگه دوستا در برنامه کدام کار خاص نیست. همچنان اگر مشکلی بود در گروه واتساپ ما بیاین مستقیم با ما پیام کرده میتونید. از اول تا آخر ما راهنمایی میکنم و زمان کم هم مانده کوشش کنین در 3 ماه استفاده کنین و هرچی توکن های بیشتر و بیشترتر جمع آوری کنید. ویدیو ما تا همینجا بود. اگر مشکلی بود بازم با ما پیام کرده میتونید.